محمد ایدلی مردی حدوداً 50 ساله و سفید خاله‌ایه، لاغر و قد بلند. آدمی هسته اهل دود دم که هر شب تو خونش پاتوق و محفل هسته. و فوتی دایره زن سیرجونی به گرم کردن محفل با دایره خوششزه و شخور. نصر کم که آدم شوخ و اهل دنگ و دیارته، اگر و بلوسی و سیم به خودی سازی درستی کرده و زودی به محفل محمد ایدلی راه پیدا کن. نصرک اموال دار دنیا چیزی نه هسته، فقط با هم و ساز و خوششزه و چیزی به خاردن گیری شهون. اگر زن محمد ایدلی که چک و چوک یمینه هسته عاشق نصرک بو اشوخ و طلاق اگر و عقد نصرک درتون. یه چند وقتی با نصرک زندگی کن تو بین این نصرک تو کدی هیچی نه، اهل زندگی و زن و مال دنیا نه. یه روزی که نصرک از صحرا اتا خونه بین زنکا گوشه ای نشتن و واشونه تخته مود خوشونه کرده و یه ورد زیر لوه خونده. نصرک گوش خود تیزه کن، گوش خود تیزه کن حسابی و اشلوه که زنکای توکا خونده. سرون پیری اشتباه مو که سفید مو هسته به سیاه مو که ای وای و ای وای به محمد ایدلی یار وفادار بی وفا مو که